اوقاتای بخاری های ما نیطور که یک جایی که زندگی کنن اوقاتای همون خلق هم میدونن. غیر از این اوقاتای یهودی های بخاری دیگر خیلی می باشه. ما بین مثال خلطی بخش، خلطی سیرکنیج، آسوی شبات، تخومی شبات، این یکان خلق به دیگه خیلی جوش بیره. آشی توکی، آشی بخش و دیگرها که این فقط به خلق بخاری های ما می باشه. دیگر خلق ها به این اوقات نیست. من می دانم که همین قیرستان به ازبکستان به جورامون می آمدن، این اوقات های دیده بسیار خرسند شده می خوردن، می گفتن که اگجاست شما این خیلی اوقات ها. ما می گفتیم که اینطور که به بخاری ما 1 کیلو گوشت گیرید، اگر بخاری زنای بخاری ما پیش دیگ به اناختن و یه شت نمک کرده دخیایی کرده، همه که این 1 کیلو گوشت پچتی 200 گرمشه نشد نه میپرتوان که این گوشت فایدهش نیست به ارگانیسم آدم. این گوشت نیست پایو رک نمیخورن. این کرومیت پیش دیگ اناختن این شت نمک میکنن، 2 ساعت قریب به نمک خورنده، بعدی وی نغز که شده بعدی وی اوقات تیار میکنن. این مدیسین دکتری اینا هم بسیار این فایدهش هست ارگانیسم به هر خیلی کسری ها دور میکنه. این اگر همیشه من در مثال میبیارم که آدم های کلان پاس بشتگی گوشت هر خیلی یهودی های بخاری های ما نمیخورن. این گوشت زنده پیش اکشتن اینا پرویر که میکنن. هست داملوهایی که آمده اینا میبینه نشد بینشه تبرکلوز نباشه، بعدی وای که نشد کشتن به شوش پرویر که میکنه، دروننگی ارگانوش پرویر که میکنه که یکون کسلیش نباشه. اگر ملیش کسلیش باشه جگرش یا این گردش یا اینکه نشد شمال خوردگی باشه شاشینا، این خیلی گوشته خوردن به ممکن نیست. گفته داملو میگه این گوشت نمیخورن، این تلفایی حساب میشه. گوشت کاشری کجا میگیرن؟ گوشت کاشری دیگه مال میکشن و میبینن که اگر همش نرمال باشه شش و دلش و جگرش، بعد значит کشته اینه بعد میخورن پرایر که کرده. گوشت کاشلی کجا گرفته اون سوم کرگیزه با کجا گرفته گوشت کاشلی؟ گوشت کاشلی این اما معلوم نمیشه، میکشن پرایر که میکنن. اگر شوشش و دلش و جگرش اینا همیش نقض باشه کسل نباشه، این گوشتی اگر داملو کشه این گوشت کاشلی. اگر ارگانیسمش به یکون کسلی باشه جگرش ایناش به این کاشه، این گوشت تلفایی آسور اینا خوردن به. شما اوسو بوده گوشت کاشلی میفته؟ گوشت کاشری بستمون میخوردیم و ریون باشته که ما به داملو نبودک به نزدیکی مجبور دیدیم که مرغ گرفته، مرغ خودمون میکشتیم و میخوردیم، دیگه علاجش نبوده. نیکی ماه توبه شباتوبه رفته دیگه شهرهایی که میکشتن همونسون برده مرغ کشته یا کرکیه کشته میآوردیم و ماه توبه و شباتوبه میگذروندیم، علاجش بودم. گوشت تلفایی نگرفته؟ مایتای نوبه نمیگرفتیم یا میرفتیم نزدیکی به خشتوارمو بوده که همونجا و مایتا هم زون میگذراندیم. مایدای چی؟ مایتا چسها، سوکا، نچید کیپور، دیگه خیر مایتا همیشه. تلفایی نمیخوریم؟ تلفایی نمیخوردیم مایتا پیدا. حرکت میکریم که نخوریم. اسرائیل چخیر؟ اسرائیل به خدا بشکر همه مگزینا و همه جوابه ترک کاشری تلفایی نیست این طرف.
اگر میخرم گویم یافتنم اتون این طرف خای و دخیل میکنه обязательно دخیل نه هست مگزینه که همیشه تیار کرموندگی دخیای کرگیش تنما کرموندگی همیشه تیار در آورده شده تازه کرد نمیکنه دخیل اسرائیل هست که مگزینه که دو تیشنیکا همیشه تیار کرموندگی تیار کردن آه نه